یک بارگاه سلام علیکم برادرای دیهاتی بهارستان. الله برکت سهمگزاران. امروز میبینید کار آبادانی در دیهاتی بهارستان رفته سای با دستگیری شما با زحمت کوشش شما الله برکت مینداری خدمت شخصا به هر یک تا شما میخرسانم که خداوند در جان و در مالتون در کسبتون برکت نصیب کنه. انم دیهات ما انم دیهات ما زادگاه ما و شما که الله مهربان زحمت کوشش کردن برای آبادی وطن، برای آبادی دیهاتمون. این فخر ما، فخر فرزندای ما و شما که آینده ملت، آینده فرزندای ما و شما. امروز ما زحمت کوشش که فرزندای ما بگه عبرت بگیرد از پدراشون، از دوستا و رفیقای انم دیهاتی بهارستان. فرزندای ما و شما سهمگزار با وطن، ملت خودش باشن، ملت پدر مادرش باشن، خدمتگار انمی وطن تینجی امانی ما و شما را خداوند میسر نصیب کرده. انم وطن باید که ما شکرگزار باشیم، شکر برای وطن ملت کنیم که این وطن تینجی امانی میسر نصیب ما شما کرده. الله برکتون تا دستف جان مردم همه شما را نگه داره. برادر عزیز، شخصا مینداری خدمت با مردم انم ناحیه فرخار با ناحیه دیهات بهارستان میرسونم که رحمت پدر مادر جوانان که امروز با کار آبادانی برآمدگان زحمت کوشش کردن. الله برکت شما را همه را دست جان مردان نگاه داره. برادر عزیز، شکرگزاری وطن ملت تینجی کنین، شکرانه پیشوی ملت کنین که امروز زحمت کوشش امکانات برای ما و شما دادگی زحمت کوشش کردن. مینداری خدمت شخصا به همه مردم زحمت کوش میرسونم. برکت بیاین دست جان مردان همه تا نگاه داره. مردم بهارستان این همی کار خیر، کار آبادی این وطنی بازم میگم که وطن دیهات، وطن ملت عزیز بودت است. این آبادی از چشمه در خانه‌مون همینجا ما و شما باید آباد میکنیم، بعد به قول بلند زندگی را میرسیم. الله برکت و دست جان مردان نگاه داره. یا نه سلطان نکرو جان؟ بله درست کردی. بله ها که طالب جان باید آباد کنیم، زحمت کنیم. برای چی را کنیم؟ برای فرزندای امروز انم وطنی، انم ملت، انم دیهات اونا کنیم. یا نه که طالب جان؟ رحمت مینداری شما برسون. یک کاری که من با منفعت شما با منفعت جامعه. بله 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 برای کی میکنیم؟ برای خودمون میکنیم، برای از دوست یا رفیقمون میکنیم.